میفرماید که من یاری کردم، من یاری کردم، دل به قراری کردم. یاران این زمانه مثل گل انارن، از دور جلوه دارن، نزدیک بوی ندارن. یعنی فایده ای ندارد. یاری اصلی اون است، به اون باید یاری کرد. به اون یاری که کردی دیرا بدان که تو هیچ غمی نمیخوری، هیچ غمی نمیخوری. برای یاری کردن ملا بودن شرط نیست، عالم بودن شرط نیست، ایشان بودن شرط نیست، مولوی بودن شرط نیست، عادی مسلمان بودن شرط است. اون مسلمانی که همیشه رابطه دلت با الله باشد، رابطه دلت با الله باشد. در زمان حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه یک مرد مسلمانی بود، مرد عادی بود، مسلمان بود، شیخ بود، مستفید بود، همانند این شخص.